والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته در ارتباط با توحید و اینکه خدای عزوجل را در ذات و صفات یگانه بدانیم و فقط او را عبادت کنیم، پرستش بکنیم، دعا و تضرع بکنیم، دلائل هفتگانه را خواندیم. 7 تا دلیل بود. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره. لذا با اون دلائل ثابت شد، واضح شد که هیچ هستی، هیچ شخصیتی، هیچ کسی بجز الله لایق عبادت نیست. بعد از اینکه این دلائل خوانده شد و مسئله واضح شد، خداوند تعالی در این آیه و ادامه این آیات گلایه می فرماید از بندگان خودش، اون بندگانی که با وجود که این دلائل را می بینند، این دلائل را مشاهده می کنند، عالم تکوین جلویشون هست، کائنات جلویشون هست، می بینند در زمین، در آسمان، در ابرها، در کشتیها، در شب و روز و آمدن شب و روز هیچ کس بجز الله تصرفی ندارد، اختیاری ندارد، نقشی ندارد. با وجود اینکه میدونه کسی بغیر از الله قدرت و نقش ندارد، باز هم غیر خدا را شریک خدا قرار دادند. خداوند عزوجل از این مسئله ناراضی هست و در واقع کیفر این عمل کردشون را، کیفر اعمال این انسان را، نتیجه عقاید بد این انسانها را
در آخرت بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله، بعضی از مردم هستند که میگیرن به جز الله اندادن، شرکایی برای خدا. انداد اون شریکی را میگن که اون را انسان در عبادت یا در یکی از صفات خدا مساوی خدا بدونه، شریک خدا میدونند. یحبونهم کحب الله، اونها را دوست میدارند مثل محبت خدا، یعنی همونطور که خدا را دوست میدارند اونها را هم دوست میدارند. ببینید اینجا خداوند فرمود من دون الله، غیر از خدا. بعضی اینجا غلط ترجمه میکنند، غلط تفسیر و تشریح میکنند، میگوین بعضی از مردم غیر از خدا بت‌ها را. اینجا بحث بت‌ها نیست، اینجا من دون الله، غیر از خدا هر کسی باشه، چه بت باشد چه غیر بت باشد. هر کسی که زبان عربی را بلد باشد میدوند من دون الله یعنی تمام هستی‌های، شخصیت‌های، افرادی، اشیایی که غیر خدا باشد، چه خورشید باشد، چه ماه باشد، چه بت باشد، سنگ باشد، چوب باشد، چه انسان‌ها باشند. انسان‌ها را اگر ما صفت خدا را به اونها بدیم، اونها را هم شریک خدا ساختیم. مشرکین مکه درسته که بت را پرستش می‌کردند، اما این بت و این سنگ نمادی از انسان‌هایی که از نظر اونها صالحین بودند. مثلا بت لات را عبادت می‌کردند. لات در توضیحش میاد کان رجل یلت السویق، مرد صالح و سخاوتمندی بود که در زمان جاهلیت سویق و ستو قاطی میکرد و به حاجی ها تقسیم میکرد. فردی را داشت عبادت میکردند، اما نمادی اون را درست کرده بودند. بت انسانهای صالحی را مثل هبل که بت معروفی است میگن این بت حابیل بود. در روایت ها میاد بت سیدنا اسماعیل و سیدنا ابراهیم را هم درست کرده بودند، داخل خانه کعبه گذاشته بودند. پس منظور اونها همون انسان ها بودند، چه پیغمبران، چه اولیاء، چه صالحین. من دون الله هر کسی باشد. حالا مسیحیان عیسی مسیح را عبادت میکنند و عیسی مسیح را خدای خودشون و مشکلات خودشون را از عیسی مسیح میخواند، یا از مریم میخواند، یا از فرشته روح القدس میخواند. یا مشرکین مکه فرشتگان را دختران خدا میگفتند. تو قرآن داریم فرشتگان را دختران خدا میگفتند و اونها را تعظیم میکردند، به نام اونها نظر و نیاز و خیرات میدادند. این همه من دون الله، بجز الله، چه فرشته باشد، چه انسان باشد، پیغمبر باشد، نبی باشد، ولی باشد، پیر باشد، چه جن باشد، چه غیر انسان باشد، درخت باشد یا سنگ باشد، قبر باشد، هر چی که انسان غیر از خدا اون را صفت خدا میده بهش. صفت خدا، مثلا صفت خدا چیه؟ صفت خدای عزوجل الوهیت است، یعنی او را باید عبادت بکنیم. خب اونم غیر خدا را عبادت میکنه، او را سجده میکنه، او را رکوع میکنه، از او حاجت میخواد. لذا اینها غیر خدا هستند، هر کسی که باشه. و بعد خداوند میفرماید یحبونهم کحب الله، مثل دوستی خدا با اونها را دوست می‌دارن. ببینید دوستی اشکالی ندارد برای هر کسی، اما درجه دوستی هر کسی فرق میکنه. دوستی خدای عزوجل یعنی چه؟ یعنی من خدای عزوجل را معبود خودم میدونم، خالق خودم میدونم، مالک خودم میدونم، برای او تعظیمی که بهش میگن عبادت، احترامی که بهش میگن عبادت، این تعظیم خاص را به جا می آورم.
او را مشکل کشای خودم میدونم، اون را حاجت روای خودم میدونم، اون را غیبدان میدونم، اون را مدیر و مدبر و متصرف تمام امور میدونم. این چیه؟ این محبت خداست. این محبت را نباید برای غیر خدا قائل باشم. همین محبت را اگر برای غیر خدا قائل باشم، این میشه کفر، این میشه شرک. مثلا انسان بگه که غیر خدا کسی مشکل من حل میکنه، غیر خدا کسی خالق من هست، رازق من هست، این دی شرک میشه. انداد همینه. محبت خدا باید فرق بکنه با محبت غیر خدا. باز مثلا محبت پیامبر داریم. محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم اینه که به ایشون ایمان داشته باشیم که نبی خداست، نه خود خدا، پیامبر خداست. به عنوان پیامبر خدا بهش ایمان داشته باشیم، از ایشون تبعیت بکنیم، چه خدا دستور داده ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، پیروی بکنیم از رسول الله، بر سنتهایش عامل باشیم، پایبند باشیم، بر ایشون درود صلات و سلام بفرستیم. درود خودش یک دعایی هست. اللهم صل علی محمد، معنیش ای خدای تو بر محمد رحمت بفرست. این محبت رسول الله است. محبت اولیاء خدا، صالحین، دوستان خدا، اینه که انسان اونها را دوست بدارد، نسبت به اونها ادب و احترام داشته باشد، نسبت به اونها بیادبی سوی ادب داشته نباشد، در حق اونها دعای خیر بکند، دعای مغفرت بکند، نه اینکه از اونها دعا بخوایم. اونی که ازش دعا میخوایم اون خداست. خدا به ما دستور داده درباره برادران مؤمن و اهل ایمانی که قبل از شما رحلت کردند، شما چگونه دعا کنید؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. بالخصوص این آیه بعد از مدح صحابه آمده. در این سوره، در سوره 8 خداوند مهاجرین و انصار را تعریف کرده. بعداً میفرماید گروهی بعد از مهاجرین و انصار میان، اونها این گونه دعا میکنن بار اله ما را ببخش و برادران ما که با ایمان از این دنیا رفتند، مثل یاران و صحابه رسول الله، اونها را هم ببخش. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، بار اله در دل ما نسبت به اونها کوچکترین غل و غشی، کوچکترین بغضی در دل ما راه مده. این محبت اونهاست، محبت صالحینه، محبت صحابه است. قرآن به ما آموزش میده، نه اینکه ما بیایم اونها را صدا بزنیم یا عمر یا عثمان یا علی تو به داد ما برس. نه، این مال اینها نیست. محبت اینها اینه که اونها را دوست بداریم. محبت اینها اینه که برای اونها احترام بذاریم. محبت اینه که بر مسیر اونها، مسیر حق و مسیر ایمانی که اونها پیمودن، بر اون مسیر گامزن باشیم و برایشون دعای خیر بکنیم. لذا اما بعضی از بندگان جاهل خدا هستند که غیر خدا را مثل دوستی خدا دوست می‌دارند. دوستی خدا عرض کردم چیه؟ عبادت خداست. اون احترام خاص که اسمش را میگذاریم چی؟ عبادت. کرنش خاص که بهش میگیم عبادت، سجده، رکوع. به این خاطر بعضی از اهل تفسیر این را تفسیر کردن یحبونهم کحب الله ای یعظمونهم کتعظیم الله. همان گونه که خدا را باید تعظیم بکنیم، اونها غیر خدا را تعظیم میکنند. تعظیم خدا اینه که من جلوی خدا رکوع میکنم، در محضر الله سجده میکنم، از محضر الله کمک میخوام، استعانت میخوام. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما هر روز اقرار میکنیم تو سوره فاتحه خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو کمک میطلبیم، استعانت میطلبیم. این مال خداست، این نباید برای غیر خدا باشه. اما خداوند از مشرکین گلایه دارد که بندگان خدا را همونطور که خدا را باید تعظیم بکنند، همونطوری که برای خدا باید ادای احترام داشته باشند، برای غیر خدا انجام میدند. لذا الله می فرماید
و من الناس من یتخذ من دون الله، بعضی از مردم هستن اونهایی که میگیرن به جز الله اندادن شریکانی، یحبونهم کحب الله، آنها را دوست میدارند، آنها را تعظیم میکنند مثل تعظیم الله. اما اهل ایمان، اهل توحید چگونه هستند؟ شما مؤمنین را خدا تعریف میکنه والذین آمنوا اشد حبا لله، آنهایی که ایمان آوردند اونها محبتشون بیشتر است برای خدا. یعنی اون محبتی که مال خداست اون محبت فوق العاده زیاد است، اون را برای غیر خدا ندارند. بله، محبت خدا باید با محبت همه بندگان خدا فرق داشته باشه. محبت با خدا برای من و تو مسلمان باید به اندازه‌ای باشد که اون تعظیمی را، اون جبین نیاز را بر خاک بمالیم برای خدا، غیر خدا برای هیچ کسی نباید اون را به خاک بمالیم. این هست ظلم اینجاست که این کاری که باید برای خدا بکنیم برای غیر خدا میکنیم، این بده. لذا الله میفرماید درباره این افراد، اینها را خداوند ظالم میگه. اینا واقعا ظالمند. ظالم یعنی چه؟ ظالم اینه که حق کسی را چی بکنه؟ پایمال بکنه. اینا حق خدا را پایمال کردن. عبادت حق خداست، سجده حق خداست، دعا خواستن و استمداد طلبیدن حق خداست. این ظالم از غیر خدا میخواد. لذا الله عزوجل میفرماید اگر اینها اون عذاب خدا را میدیدند، اون گرفت و مؤاخذه خدا را مشاهده میکردند و میدیدند که خدا چقدر سخت عذاب میده، اون وقت این کار را نمیکردند. جهت استحضار طلاب بعضی میگه این ولو لو شرطیه هست، جزایش بعدا مقدر است. بعضی میگن این لو تمنی است، یعنی به معنی کاش. اول به معنی شرطیه میکنم. الله میفرماید ولو یرى الذین ظلموا، اگر ببینند کسانی که ظلم کردند یعنی مشرکین، اذ یرون العذاب، زمانی که میبینند عذاب را، اونجا اگر ببینند که ان القوة لله جمیعا، اونجا قدرت فقط و فقط برای الله است، همگی غیر خدا اونجا هیچ جرأتی ندارد. حتی بندگان صالح خدا اونجا میترسند، یارای سخن ندارند. سیدنا عیسی علیه السلام که بخش بزرگی از انسانها از اون زمان رفع عیسی تا به امروز عیسی را دارند پرستش میکنند، خداوند از عیسی میپرسد که ای عیسی انت قلت للناس، تو به مردم گفته بودی اتخذونی و امی الهین من دون الله، مرا و مادر من را به عنوان دو معبود غیر از خدا شما انتخاب کنید، اختیار بکنید، تو گفته بودی؟ عیسی علیه السلام میگه یا رب، قال سبحانك، تو پاکی، تو از شریک پاکی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، سزاوار من عیسی نیست که من چیزی بگویم که حق نیست، غلطه، باطله. چرا من چنین چیزی بگویم؟ ان کنت قلته فقد علمت، بار اله اگر من چنین چیزی گفته بودم تو میدونی، تو میدونی که من نگفتم به مردم که من عبادت کنید، مادر من عبادت کنید. ببینید اونجا عیسی هم بالاخره میگه یا رب من چنین چیزی نگفتم، اگر گفتم تو خبر داری، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو میدونی اون چیزی که در درون من است، من نمیدونم. از ذات شما علام الغیوب شما هستید. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، خدایا من نگفتم به اینها مگر اون چی که تو امر کردی به آن. اون چی بود؟ ان اعبدوا الله ربی و ربکم، ای مردم فقط خدا را عبادت کنید، رب من و رب شما همون خداست، رب پیامبران هم خداست، رب ما بندگان هم خداست.
هم عیسی خدا را سجده میکرد و عبادت میکرد، هم پیروان عیسی، دوستداران عیسی، اهل ایمان، همه باید خدا را دعا بکنند، سجده بکنند. لذا خدای تعالی میفرماید اگر این مشرکین، این ظالمین میدیدند عذاب را و میدیدند که ان القوة لله جمیعا، همه قدرت از آن الله است، اون وقت جواب شرط چیه؟ لما فعلوا، اون وقت این کار را نمی کردند، اون وقت غیر خدا را فریاد نمی زدند. و بعضی میگن لو به معنی تمنی است، به معنی کاش میشه، به این صورت ترجمه میشه ولو یرى الذین ظلموا، اینجا یرا به معنی عدم میشه، کاش میدانستند، کاش میدانستند آنهایی که ظلم کردند یعنی مشرکین میدانستند، اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب را میبینند، ان القوة لله جمیعا، اینکه قدرت مال الله است، قوت مال الله است، همگی قدرت، و ان الله شدید العذاب، و همانا الله سخت عذاب میده، شدید العذاب است. کاش مشرکین میدونستن، اگر میدونستن قطعا این شرک را نمی کردند. چه چیزی آنها را بر شرک جسور کرده؟ همین جهل و لاعلمی است، نمیدونند. لذا خداوند عزوجل بیم میده مشرکین را از عذاب آخرت، از عذاب جهنم. اونجا چه وضعیتی هست؟ اینجا مردم فکر میکنن کسانی را که ما صدایشون میزنیم، متبوعین ما، آقایان ما، کسانی که به عنوان مرشد ما هستند، پیر ما هستند، بزرگ ما هستند، اونجا به درد ما میخورند. همین که من او را صدا میزنم، به نام او خیرات میکنم، به نام او گوسفند میکشم، به نام او غذا تقسیم میکنم، فکر میکنه که اون خوشنود میشه، فردا ازش دفاع میکنه. خداوند میفرماید اون بزرگوار فردا از این بیزار میشه، از این اعلام براءت میکنه. چه بزرگواری باشد، چه بزرگواری نباشد. بسیار انسانهای خوب مثل سیدنا عیسی هستند که مردم اونها را عبادت میکنند، بسیاری شیاطین بودند که مردم اونها را عبادت میکردند، جنات، شیاطین، انسانهای شیطان صفت، مثل همین لات و عزا، اینها خودشون هم مشرک بودن، بعد مردم را به سوی عبادت خودشون هم دعوت کردند. عزا که اسم یک جنیه هست، مردم را میگفت که مرا عبادت کنید. تو یه درختی میامد، یه صدایی از خودش خارج میکرد، مردم باور میکردن. لذا الله عزوجل این صحنه را به تصویر میکشد که اونجا چطور تابع و متبوع از همدیگه چی میکنند؟ از همدیگه اعلام براءت میکنند. الله میفرماید اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، زمانی که اعلام براءت میکند، بیزار میشه، الذین اتبعوا، اونهایی که تابعداری شدند، یعنی اونهایی که مردم از اونها اتباع کردند، اونهایی که به عنوان مرشدهای مردم، رؤسای کفر و شرک مراد هستند، اونها اعلام براءت میکنند. از کی؟ من الذین اتبعوا، از اونهایی که اونها را پیروی کردند، و رأوا العذاب، هر دو گروه عذاب را میبینند، و تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب بینشون قطع میشه. اسباب یعنی هر مناسبت و هر رابطه در دنیا داشتند، اون رابطه قطع میشه. اون رابطه چی میشه؟ قطع میشه. و بعد اونجا تمنا میکنن، میگن کاش یک بار دیگه به دنیا برمیگشتیم، اینهایی که اینجا از ما اعلام براءت میکردن، ما اونجا دنیا دیگه دنبال اینها نمی افتادی، اونجا خدا را عبادت میکردی. همین تابعین میگن، همین پیروان مشرک میگن. وقال الذين اتبعوا، میگوین کسانی که پیروی کردند، کسانی که تابعداری کردند، لو ان لنا کرة،
اگر برای ما یک باری دیگه بازگشتی باشد فنتبرأ منهم، پس ما بیزار میشیم، اعلام براءت میکنیم از آنان، کما تبرؤوا منا، همان گونه که اونها امروز از ما اعلام براءت کردند. اونجا میبینه اینا تو دنیا در کنار ما بودند، همیشه ما هرچی مال داشتیم، ثروت و سرمایه داشتیم، در اختیار اینها بود، به نام اینها میکشتیم، برای اینها همه چیز خیرات میکردیم، در تمام امور از اینها حرف شنوی داشتیم. اما اینجا اینا از ما بیزار شدند، کاش ما دوباره به دنیا برمیگشتیم، اونجا ما دیگه دنبال اینها نمیرفتادیم، از اینها بیزار میشدیم، چون اون رابطه اونجا قطع میشه. الله میفرماید كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیهم، این گونه خداوند به اونها نشان میده اعمالشان را، در حالی که این اعمال باعث حسرت بر اونها میشه، حسرت میخورند، حسرت اعمال، کاش ما نمیکردیم. اما بعدن چی میشه؟ بعدن تمام این صنادید کفر و شرک همراه با تابعانشان، با پیروانشون، همه به جهنم انداخته میشوند. حالا سوال اینجاست که آیا اینها دوباره وقتی تمنا میکنن به خدا به دنیا برگردن، به دنیا برمیگردن؟ خداوند میفرماید نه خیر، و ما هم بخارجین من النار، اونها دیگه از جهنم و از آتش جهنم خارج نمیشند، جای همیشگیشون جهنمه. پس راه بازگشت چیه؟ راه بازگشت الان هست، الان که قرآن در اینا را تعریف میکنه، الان که قرآن داره بیان میکنه، الان باید هر کسی که غیر خدا را صدا میزنه، برای غیر خدا گوسفند میکشه، برای غیر خدا عبادت میکنه، الان باید برگرده، الان باید رجوع بکنه. وقتی که به جهنم رسید، به آخرت رسید، دیگر راه بازگشت وجود ندارد. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اون چیزی که تا اینجا خواندیم این بود که خداوند عزوجل دلائل توحید را بیان فرمود و بعد از این دلائل اثبات شد که نباید از غیر خدا استمداد بطلبیم، نباید اون تعظیم و ادای احترام و عبادتی که برای خدا میکنیم نباید برای غیر خدا بکنیم. ادای احترام خداوند خاصه که ما بهش میگیم عبادت، اون نباید برای غیر خدا انجام بدیم. حتی برای پدر و مادر انسان اجازه نداره رکوع بکنه، سجده بکنه، احترام بذارد، اما احترامی که در جایگاه اونها هست، لایق شأن اونها هست، نه احترامی که مال خداست. برای رسول الله باید احترام بذاریم، محبت داشته باشیم، دوستش بداریم، پیرو سنتش باشیم، بار بار برایش درود بفرستیم، اما نه اون احترامی که مال خداست که خدا را سجده میکنیم، برای خدا رکوع میکنیم، بیت خدا را طواف میکنیم، نباید برای قبر رسول الله بریم طواف بکنیم. هر چیز جای خودش را دارد. خب این صورتی که ما خواندیم صورت شرک عبادت است که بعضی از اهل شرک انجام میدن و شرک در تصرف است. در ادامه نوع دیگر از شرک مشرکین انجام میدادند، اون را خدای تعالی از اون برحذر میدارد. این را هم دقت بفرمایید، بعضی وقتا بعضی از مردم در زمان ما مرتکب میشن ولی متوجه نیستن. این را میگن شرک فعلی. شرک فعلی چیه؟ که در اموال، چیزهایی که خدا حرام قرار داده، خدا اونها را حرام قرار داده، انسانها بیاند و اونها را به خاطر خدایان باطل حلال قرار بدند. یعنی حرام خدا را چی کار بکنه؟ حلال قرار بدن، که این بحث در درس انشاءالله در درس هفته بعد میاد. دومین چیز اینه که چیزی که خدا حلال قرار داده، خدا گفته حلال بخورید، مردم چیکارش میکنن؟
به خاطر خدایان باطل، به خاطر اون مقدس هایی که اونها را برای اونها تقدس قائلن، به خاطر اون چیکار میکنه؟ حرام قرار میدند. نباید ما حلال خدا را حرام قرار بدیم، چنین جرأتی باید نداشته باشه. کسی این کار را بکند این میشه شرک. مثلا مشرکین چیکار میکردند؟ خب خداوند شتر را و گوشت شتر را و شیر شتر را، استفاده از پشم شتر را، سوار شدن بر پشت شتر را برای ما حلال قرار داده. گفته سوار بشید، بارهایتون را بر او بگذارید، هر جا میخواید ببرید، از شیرش استفاده بکنید، از پشمش استفاده بکنید، از گوشتش استفاده بکنید. حالا مشرکین چیکار میکردند؟ بعضی از شترها را نامگذاری میکردند و خیرات میکردند برای همون آستانه خودشان، یا برای بتهای خودشان، یا برای نمادهای شرکی، و بعد میگفتند استفاده از اینها برای ما درست نیست، این مال مثلا پیر صاحبه، جایز نیست من سوارش بشم، جایز نیست از شیرش استفاده بکنم. شیرش را کی باید استفاده بکنه؟ فقط همون مجاوران اون آستانه، اونایی که اونجا هستن، اونا میتونن، دیگه برای ما حرامه. گوشتش را بعضی ها را میگفتن این جایز نیست ما از گوشت اینها بخوریم. این را وقتی که به نام غیر خدا نامگذاری میکردند و رهایش میکردند به خاطر اون خوشنودی غیر خدا، چون این را نامگذاری به نام او کردند و این را وقف او کردند، دیگه استفادهش را جایز نمیدونستند. الله عزوجل می فرماید ای مردم، این چیزی که من حلال قرار دادم شما حق ندارید این را حرام بکنید، اونم برای غیر خدا. خدا می فرماید بخورید، گوشتش را بر خود حرام نکنید، شیرش را بر خود حرام قرار ندید، سواری پوستش را، پشمش را، اینا همه مباهند. خدا وقتی که حلال قرار داده چرا شما برای غیر خدا اون را حرام میکنید؟ لذا این را میگن شرک فعلی، که انسان یه چیزی که حلال خداست اما نمیخوره به خاطر غیر خدا، چون که به نام او نامگذاریش کرده. این را الله میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید آنچه که در زمین است حلال و پاکیزه، اون چیزی که خدا در زمین گذاشته. مثلا بعضی وقتا کشاورزی میکردن، گندم میروید، محصول گندم به دست میآمد، یک بخشی را، این بخش از زمین این مال مثلا بتان ماست، دیگه اون را دست نمیزدند، برای خودشون حرام میدانستند. الله میفرماید این راه، این مسیر شیطان است. این که شما را وادار میکنه برای غیر خدا حرام قرار بدهید، این شیطان هست و این مسیر شیطان است. شما از گامهای شیطان و از قدمهای شیطان پیروی نکنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما پیروی نکنید از گامهای شیطان. چرا؟ انه لکم عدو مبین، همانا این شیطان برای شما دشمن آشکاری هست، دشمن آشکاری. شما چرا از این دشمن، مگه دشمنیش را شما نمیدونید؟ با پدر شما، با جد امجد شما آدم چی کار کرد؟ لذا چرا شما از او پیروی میکنید؟ مگه شیطان چیشه؟ الله ذکر میفرماید که شیطان چه مرضی داره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان شما را امر میکنه بالسوء و فحشا. سوء یعنی کارهای بد، قبیح، زشت. میگویند سوء اون گناهی را میگویند که هر عقل سلیمی میدونه گناه هست. عقلا انسان میدونه که اینها چی هستن؟ گناه هستن. والفحشا اون گناهانی را میگن که انسان شرعا میدوند، شرع اونها را، گناه بودن اونها را مشخص کرده. مثلا همین گناه که
یک گاوی را، یک گوسفندی را، یک شتری را وقف میکنه برای اون آستانه بتش، بعدن میگه ازش نمیخورم، این کار بده. کی نگفته این بده؟ شریعت به ما گفته. انسان با عقلی نمیتونه درک بکنه، شریعت میگه، قرآن گفته فحشا اینه. و بعضی میگن که فحشا اون کارهای بی‌حیایی را میگن. عموما بی‌حیایی، ترویج بی‌حیایی از سوی شیطان هست و شیطان دیگه به شما امر میکنه و شما را وادار میکنه که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این که بگویید بر خداوند اون چیزی که نمیدانید. مردم واقعا چیزی که نمیدونن به خدا نسبت میدن، میگه خدا اینو به ما گفته. کجا خدا گفته؟ از روی جهل میگن. نه، لذا الله عزوجل میفرماید ببینید شما از این دشمن خودتون که دشمن دین شماست، از این پیروی نکنید. و بعدا خداوند در ادامه سرزنش میفرماید مشرکین را. مشرکین برای همین خرافات خودشون، برای شرک خودشون چه دلیلی داشتند؟ استدلالشون چی بود؟ هیچ دلیل عقلی و نقلی نداشتند. در هیچ کتابی، از هیچ کتابی نمیتونستن خرافات خودشون را ثابت بکنن. از قول هیچ پیامبری نمیتونن اثبات بکنن. هیچ دلیل عقلا هم نداشتن. تنها دلیلشون چی بود؟ وقتی که بهشون گفته میشد که شما از کلام خدا پیروی کنید، از قرآن خدا پیروی کنید، اونا میگفتن نه، ما از پیروی میکنیم از رسومات پدران خودمون، یعنی تقلید کورکورانه و جاهلانه آبا و اجداد خودشون را میکردند. میگفتن چون پدران ما اینطور نظر و نیاز کردند، اینطور عرض کنم که خیرات دادند و اینطور نیازاتی داشتند، به اصطلاح نظر کردند برای پیران، برای بتان، برای انسانها، برای بزرگان، ما هم میکنیم. پس دلیلشون چی بود؟ رسم پدران. الله عزوجل بر این دلیل بی دلیلشون، بر این خرافگویشون اونها را سرزنش میفرماید. الله میفرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه گفته میشه به آنان اتبعوا، شما پیروی کنید از قرآن خدا، از آنچه که خدا نازل کرده. اگر میخواهیم راه نجات را، فقط از ما انزل الله پیروی بکنیم. مشکل ما این هست امروز مسلمانان هم با هم دیگه اختلاف دارن در همین دیدگاه و نظرات. به قرآن اگر رجوع کنند، قرآن همه مسائل را حل میکنه، اما علت جهل و نادانی بعضی دوری از قرآن است، عدم آگاهی و عدم اطلاع از قرآن هست. خداوند میفرماید به اونها گفته میشد که اتبعوا ما انزل الله، از اون چی که خدا نازل فرموده، از کلام الله شما تبعیت کنید، پیرو کلام خدا باشید. اونا چی میگفتند؟ میگفتن نه، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم بر آنچه دیدیم پدرانمون را. ما ببینیم پدران ما چه کار میکردن، ما همون کار را میکنیم. این بزرگترین دلیل جهل است. یک کسی را بگه آقا راه قرآن اینه، فقط یه چیزی در قرآن اثبات بشه، راه قرآن اینه، جاهل میگه نه، ما در پدران خودمون چنین چیزی نشنیدیم. و خداوند اینجا در ادامه میفرماید که مگه پدران شما همه چیز را میدانستند؟ آیا پیروی میکنند این مشرکین، این جهلا، این خرافاتی ها، ولو اینکه پدرانشون مثلا هیچ عقل و خردی نداشتند، هیچ فهم و درکی از ایمان و از توحید و از خدا نداشتند، شناخت نداشتند، جاهل بودند، باز هم از اون جاهلان پیروی میکنند؟
الله می فرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه به آنان گفته میشه پیروی کنید از آنچه که الله نازل فرموده، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، آنها میگفتن بلکه ما پیروی میکنیم از آنچه که یافتیم بر آن پدرانمان را. الله سرزنش میکنه اولو کان آباؤهم، همزه استفهام است بعد از این فعل مقدره، ایتبعون آباءهم، آیا اینها پدران خودشون را پیروی میکنند؟ ولو کان آباؤهم، گرچه پدرانشان بودند، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پدرانشون نه عقل و خردی داشتند و نه در مسیر هدایت بودند. اون پدرانی که بر مسیر هدایت نبودند، بر مسیر عقل و خرد نبودند، باز هم از اون پدران پیروی میکنن؟ نه خیر، ما باید دنبال دلائل خدایی باشیم. ما باید در هر مسئله نگاه نکنیم پدر ما چه کار کرده، این در مسائل اعتقادی هست، در مسائل کفر و شرک است. نگاه نکنیم پدر چه دیدگاهی داشته، جد امجد چه دیدگاهی داشته. خیلی از اجداد ما خرافاتی بوده، نمیدونستند، جهل بوده در اون زمان، امروز علم آمده، لذا اونها مثلا میرفتن از غیر خدا کمک میخواستن، گوسفند خودشون را برای غیر خدا میدن، نان روغنی میپختند و مثلا صدقه میکردن به نام غیر خدا. ما ببینیم آیه ثبوتی در قرآن هست، در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ما باید تطبیق بدیم با قرآن و سنت. کلام الله، فرمان الله، دستور الله اینه که ما در این مسائل ببینیم که قرآن به ما چی میگه، دستور خداوند چی هست. الله عزوجل به ما فهم صحیحی و درک درستی از این کلام زیبا که کلام هدایت و کلام نجات هست عنایت بفرماید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. بار الها یا رب، ما را بر مسیر ایمان، بر مسیری که مطلوب تو هست، بر مسیری که تو راضی هستی، بر مسیر قرآن و سنت، بر مسیر کتاب خودت هدایت بفرما، گامزن بفرما. اله العالمین به ما ایمان کامل، ایمانی که قرآن هدایت میکنه، قرآن راهنمایی میکنه، و اعمالی که قرآن هدایت و راهنمایی میکنه، اخلاقی که قرآن دستور میده، بر اون ایمان و اعمال و اخلاق ما را گامزن بفرما. پروردگار ما را از بندگان مؤمن، موحد، اهل ایمان، اهل توحید قرار بده. ما را از کفر و شرک و خرافات و بدعات و هر اون چیزی که باعث ناراضی تو میشه توفیق بده که دوری بکنیم. اله العالمین یا رب العالمین، ایمان ما را کامل بگردان، تقوای ما را کامل بگردان، خدا ترسی ما را کامل بگردان، دین و دنیای ما را اصلاح بفرما، مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات همه عزیزان ما را، همه مسلمانان را حل بفرما. پروردگارا اله العالمین بر حال زار ما مسلمانان رحم بفرما و مسلمانان را به قرآن سنت برگردان، به اصل کتاب برگردان، به دستورات خودت برگردان. همه ما را با ایمان و با اعمال و با اخلاق و با تقوا و خدا ترس بگردان. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك.